میگویند که 7 بار ختم قرآن تاجیکی برابر است با 1 بار قرآن عربی. آیا این درست است؟ اگه این خیلی یگان کس تا امروز نگفته است که مثال هر یک قرآنی که با کدام زبان ترجمه شده است 7 بار بخوانیش بعد با 1 قرآن زبان عربی برابر میشد. این خیلی یگان فتوا و یگان دلیل و حجت نداره. لیکن مصلحت من همین است که چگونه ای که قرآن نازل شده است، یعنی عین از الله مهربان که با زبان عربی نازل شده است، با عربی خوانین. خدا خواهد البته شما همون ثوابی که در هر حرفش 10 ثواب میگیرین شما انمودا موفق میشین. لیکن اگر قرآن تاجیکی را هم که بخوانین شما حتما ثواب میگیرین، زیرا قرآن تاجیکی هم همون آیات های قرآن چکلی که ما معنا میکنیم تو گوش میکنی همون ما معنا را داره. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیات به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادرای اهل اسلام. از شرکت اکای محمد خوج محمد بودما را گرفتیم، گرانی سا بردیم اکاو. اینا مازدا، اینا ماشین اکا، همه ماشین بردیم و واردنشون اکا. این روز 15/09/2024 این اکا را همه شب بردیم و واردم. اکا چی رفته اومده؟ همه 100 فویز داد و 100 فویز رفت اومده. خاطر روا 100 فویز یکم مایده خاطر نشه مالی یکم کامپیوتر داره. یکم خالی 100 فویز ناز رفتی ناز اومده ما یکم خاطر نشه مردم تاجیکستان همه 100 فویز. ملائکه از فرشته چی فرق دارد؟ ملائکه این برادرای عزیز با همون زبان قرآنی و زبان عربی قطعی است، ولی فرشته ما تاجیکا میگیمش. تاجیکا ملائکه را فرشته میگن، با عربیش ملائکه و با تاجیکیش فرشته میشه. خب بالای قبرها را برای نیست کردن خار و علف ها و دیگر علاوه میدهیم، جایز است؟ و علف های قبرستان یا مسجد را آورده به چاروا دهیم گناه است؟ نه، گناه نیست. مثلا اگر ما علف های قبرستان، علف های مسجد اگر مثال در رویم و بیاریم مقصد برای چاروای خانمون، همون مبلغ همون چند سو می شود. همون علف اگر مثال 100 سوم شود در بازار، همون مبلغ برای آبادی مسجد یا آبادی قبرستان باید که ما و شما بتیم. وقتی علفش میاریم، هزمش میاریم و اگر به شرط بالاشون تازه کنیم و بیاریم در بیرون یک قبرستان، اگر به شرط علاوش هم که کنن و گناهگاری نداره. لیکن خود قبرستان با هم علفاش آتش زدن این نادرسته. در رویده و بیرون قبرستان در بتین میشودینش. استاد عزیز، گوسفند کشم با مردم طعام دهم خوب است یا با مردم نیازمند خیر کنم خوب است؟ کدامش خوب است؟ همش خوبه برادر عزیز. اگر خانت هم خیرات کنی مردم یا پیاله چای بتی ای هم خوبه. اگر گوشت چبا در همسایه تقسیم کنی اینش هم خیره. همش خیره برادر عزیز. از هر کدامش که اگر استفاده میکنی بهترینه. گپ در سر این میرود که شما کمر همت بندین خیر کنین. خواه در خانه میکنیش، خواه در کوچه میکنیش، هر خیلی میکنی انشاءالله همش در ثواب میگیری. آیا نام رومیسا کتابی است؟ چون که یک قصه از شما گوش کردم معقول شد، دخترم را رومیسا ماندم. سیا نام خوبه، البته درسته. در روسیه سر هر تیفلمان از طرف حکومت آنجا معاش میدهند. آیا همون پول حلاله؟
یعنی هر یک فرزندی که در روسیه تولد می شود حکومت مقصد کمک پولی میده، او را برای نمو شیرش میده، برای لباسش میده، مقصد برای داروواریش میده. البته درسته، هیچی باکی نداره، حلال است برادر عزیز. آیا پیاندر حق دارد که دختر زنش رو نصیحت کند و یا در قیامت از پشت او جوابگو هست یا نه؟ البته پیاندر هم پدره برادر عزیز، ماینده هم مادره. اگر چند پدر جای پدر نمیگیرد، جای مادر هم که نگیرد، لیکن اگر انسانی خوب باشد، انسانی نیک باشد، حق دارد که مثال دختر زنش نصیحت کنه که بچم مقصد بیراهگردی نکو، بچم گپای قبیح نگو، بچم کوچه‌گردی نکو، بچه جان نمازکات بخوان. خلاص همین مصلحت همچو پدروار اگر برای دختری زنش بتد، البته حق دارد، چرا حق ندارد؟ ولی البته همچو یک شوهر مادرش حساب میخورد. اجازت یگان گناهی ندارم. خب دختری که در فاتحه باشد با او تلفن صحبت کنیم جایز است؟ جایز نیست، زیرا فاتحه این نکاح نیست. فاتحه اولی مقصد گوییم که معنای زندگی را نداره یا معنای علاقه زن و شوهری را نداره. برای این تا زمانی که نکاح نشود حق واخری، حق تلفن، اینها را خواهرها و برادر عزیز شما ندارید. در مهاجرتم کارم بسیار دشوار است، نمازم را قضا میکنم، آیا پیش خدا گناهکار میشم؟ اگر برادرای عزیز شما بینین که کارهاتون اگر امکانتون بتد که شما مقصد نماز خوانین و بگین که خیلی کار ما میکنم بعد رفتم میخونم، گناهکار میشه. برای که همیشه کار آخرت مقدم کار دنیا باید باشه. از این لحاظ برادرای عزیز هیچ وقت برای کار نماز ترک نکن. نماز تا بخوان، انشاءالله پشتی نمازت با کارتا کردن بگی. ما در مهاجرتیم، دور از پدر و مادر، زن و فرزند. آیا از این هم با ما ثواب میرسد؟ برادرای عزیز، هر کسی که در سفر هست، شما هم چون مسافرین، الله مهربان برای شما اجر میده، برای شما پاداش میده. وقتی آدم مسافر نماز میخونه، نمازی او از آدمی بگیم که غیر مسافر فرق میکنه، روزه شما فرق میکنه. ببینید وقتی شما برای تامین زندگی و برای بهبود زندگیتون مهاجر میشین، مسافر میشین، خلاص انشاءالله در هر یک لقمه های او کار شما با برکت میشود. برای همین انشاءالله شما ثواب میگیرین. برادر عزیز، بابای حاجی شوهرم گفت اگر فرزنددار شویم یگان چاروا میکشم، ولی نکردیم. 3 سال گذشت، در اجاره میشینم. آیا در همین جا خیر کنیم میشود؟ اگه خواهرای عزیز، برادرای عزیز، وقتی شما اجاره شین باشین، وقتی شما مقصد خودتون همون زندگی و همون کار خودتون با یک مشکلات پسی سر میکنین، برای شما ضرورت نیست که شما مقصد گوسفندی را ذبح کنین. البته اگر چند این در گردن شما نظر شیدگیه، باید حتما این کار کنین، وقتی کنین که دستون برسه. حاضر که دستون نمیرسه، شما اگر نکنین پیش الله گناهکار نیستی. استاد میگویند مسکه، دراش، کافه حرام است. شما چی میگویین؟ البته ما حرام گفتن نمیتونیم. همین مسکه هایی که نمی مسلا میگیم یا مسکه میگیم، خب مسکه مثل مسلا، سلیویشنی و دیگر هستن. این چی جای حرامی داره؟ یا کافه چی جای حرامی داره؟ یا دراش؟ اینها را ما حرام گفتن نمیتونیم برادر. برای حرام گفتن اولا حرام و حلال الله و رسول او حل میکنه. لیکن امروز اگر ما ترکیبات ما را ببینیم،
در ترکیبات چون اگر از حرام ها چیزی باشد بعد او را حکم حرام میتن. برای همین در امروز ترکیبات همین مسکده بغیر همون شیر و بغیر چی داره دیگر؟ هیچی نیست دیگر. یا کافش یا دراجش. برای همین بینین شما اول ترکیبات همون را بینین. ادرس شب بنویسین که نمید فلان دراج نامش فلان، در ترکیبش فلان چیزی حرام داره. شما ادرس همون را بنویسین که از کجا گرفتین، مثال ای یوتیوب گرفتین، ای گوگل گرفتین، ای کجا گرفتین، همش قاعده‌ای نویسین، روان کنین، ما ببینیم بسنجیم، بعد برای شما با جواب گوییم. حاضره ده یا هیچ کس حرام گفتن نمیتونه. شخصی که طعنه میزند که تو تا دی روزه نماز نمیخواندی، حاضر نماز خوان شده ای، آیا این گناهگار میشود؟ البته گناهگار میشود. هر یک نفری را وقتی ما میبینیم که نماز میخواند، میبینیم روزه داره، میبینیم تسبیح در دستشه، ولی بینین لیکن میدونیم که همین آدم تا دی روزه حقیقتا نمازش نمیخواند یا دیگر کارهای بد داشت. امروز که وقتی در نماز دیدیم او را رفته دستش گرفته و بگیم برادر عزیز مبارکت باشه که خداوند با این نعمت هدایت را رسانیده. الله مهربان مقصد این توفیقی را، این محبتی را بردوام نگه داره. طعنه‌اش نکنیم که با امروز اکت با مرا نماز خوان شده. این طعنه کردن برادرای عزیز کاری آدم سالم یا کاری آدم خیرخواه نیست. اگر ما که طعنه کنیم تا دی روزه حضرت عمر کی بود؟ لیکن بعدا حضرت چی شید؟ این امکان نداره که ما بگیم تا دی روزه وای با فلان کارا دست میزد، میلش دست زد، امروز خداوند هدایتش کرده، الحمدلله رب العالمین. خدا را سپاس میگیم که تا مردن شد با همون فعلی بدش نمرد. انهی برادر عزیز فرموده و تعلیم. خوب آیا هر نماز با خودش تسبیح علاهیده دارد یا همشان یگانه؟ از پشت نماز انا تسبیح هایی که ما 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، بینین 33 بار الحمدلله میگیم، همش پشت نماز همین یک تسبیح هست. یعنی هر یک نماز به خودش تسبیح علاهیده نداره. میگه زن وفات کند شوهر میتواند او را در قبر ماند؟ نه نمید. میتواند به شرط همراه برادراش، همراه پدرش، همراه فرزنداش میتواند که مثال در قبر بمانش. آیا در قبر منکر و نکیر از مذهب میپرسند یا نه؟ این همون عیناً سوالی آدمایی که بگیم بسیار نزاع اندازن، بسیار دشمنی مذهبن، این سوالی همونا هست. در قبر ای مذهب میپرسن و در قبر تا این گپ دیگر معنا داره برادر عزیز. این دور کردن مردم ای مذهب هست. لیکن این نفرها، بعضی نفرها، من این کس در نظر ندارم، بعضی نفرهای ابله مقصد نمیفهمند که مراد ای مذهب چیه؟ مذهب راه رویش مذهب میگن، یعنی راه رویش دین. اگر این خلگی گویم در قبر از مذهب میپرسد، یعنی ای راه رویش دین میپرسد. مذهب راه الله، راه رسول مذهب میگن. برای همین مذهب ابو حنیفه یعنی راه الله و راه رسول. زنی که با شوهرش با دیگر مرد خیانت میکند ولی بسیار پشیمان است، با شوهرش گفتن نمیتواند، به خاطر فرزنداش میترسد که به پدر میمونند.
از بین 3 سال گذشت. بسیار عذاب میدید وجدانم. با من چی مصلحت میتید؟ یعنی یک خواهر ما شوهردار به دست و با یک مرد دیگه مقصد هم خواب شدگی، در حقی شوهرش خیانت کردگی. میگه می ترسم که شوهر ما بگم تا فرزندکان مقصد به پدر نمانند. ما چی مصلحت میتین؟ 3 سال شده است. یعنی این کار درسته. خواهر عزیز به شوهرت نقل نکن و با الله مهربان آبی چشم که گریه که تا که روز قیامت خدای مهربان در بین ما خلایق شرمندت نکنه و از الله عذرخواهی که الله مهربان کاری خطا کردم، کاری نادرست کردم، کاری بسیار یک جنایت بزرگی را انجام دادم، مرا ببخش الله مهربان. انشاءالله الله مهربان میبخشد تو. این کار خواهر عزیز تکرار نکن و شوهر دا مقصد این گپ نزن. آیا در تقدیر انسان اسم همسر آیندهش نویسنده شده است؟ البته هر یک در حدیث آمده است که حتی بند پتینکت اگر از پتینکت کشاده شود همین در تقدیر هست. اگر پیشپایی بخری در زمین بافتی همین در تقدیرت هست. برای همین ما کی را در آینده زن میکنیم این هم در تقدیر ما هست که فلانی مقصد خانوم ما میشود. از چی سبب نماز ویتر را در تراویح با امام جماعت میکنند، در دیگر نمازها با امام جماعت نمیخونند؟ این در مذهب خود مانه برادر عزیز و گرامی که مادامی که مجتهدای مذهب گفتن که نماز تراویح خودش سنت ای، وقتی ایرا که جماعت میکنن و نماز ویتر که در مذهب خودمان حکم واجب داره به خاطر آنه که مقصد واجب منزلت مرتبهش ای سنت بالاتر است، برای خاطر ویتر هم جماعت میکنن. یعنی ببین تا که مقصد پس زدنی بگیم واجب ای سنت نشود، به همین خاطر نماز ویتر جماعت میخونیم. آیا با تلبنده هایی که در راه هستن پول میتیم صدقه میشود یا نمیشود؟ بعضی برادرها از من سوال میکنن که همین تلبنده را پول میتیم، بعضی آدما ما را میگن که نتین که گناهگار میشین. مردم تاجیک ما از بس که برادرای عزیز خیر الحمدلله مسلمان که هستند، برحم که هستند، هر یک تلبنده را مقصد یک مبلغ میتن، لیکن از نگاه دین ما برادر عزیز تلبنده وقتی که می طلبه و میخرد وای حلال نمیخرد. اگر یاد داشته باشین در دوره های حکومت سویتی از جوگی مقصد چایشان میدادن، نانشان میدادن، یگان متریالشان میدادن، همون را وقت سودا دا میموندن مردم نمیخرید. میگفت که فقیری میاره، کمبغلی میاره، برای که مردم همیشه تعلیم کردن که وقتی چیزی را که آدم طلبید او دیگه حرامه، او را فروختن در اجازت نداره. برای همین در اسلام برادرای عزیز طلبیدن فقط برای 3 آدم درسته. یکم کسی که در گردنش خونبها، یعنی یک آدم برادر نافهمیده وقتی به قتل میرسونه با ماشین میزنش که میبره، در شریعت باید 100 شتر حق خونی همو گفته برده در صاحب مرده بتن. وقتی همین آدم که نداره برآمده به طلبه درسته، یا آدمی که قرض داره، یا آدمی که یک روزه خوراک نداره، انمیو طلبیدن در حق داره. یا یک نفری که بیچاره دستش کار نکنه، چشماش نبینه، پاش کار نکنه، یگان آدمی که ایره در خانه تامین کنه نداشته باشد، اینها را میشود یگان سومک یاردم کنین. لیکن این نفرهایی که امروز برادرای عزیز طلبیدن کسب کردگیان، برای چی من بسیاری وقت میگم که همین کودکایی که میدوام پول میگن نتینشون که شما یک باره همونو را عیباد و بخار میبرارین، او آمخته میشود، با همون سومیت میرود تمامی کار میکنه.
دیگر او کار به گردن نمیگیره، خواندن به گردن نمیگیره، فقط طلبیدن قطعی. برای همین هر کسی که اگر با راه طلبیدن میخواهد که زندگیش بهبود کنه یا میخواهد که همین را کسب کند، اینها را یاردم نکنین شما گناهگار نمیشین. اگر یاردم کنین گناهگار میشین. برای این بگذار رفته کار کنن، برای مهنت کنن. این خیلی گپ نیست که فلان طایفه را اجازت هکی مثال برای بطلبه. من گفتم نفرهای کدام نفرها حق طلبیدن دارن، شریعت برای یا معین کردگی است.